بذار دورش تمام بشه. منم مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرد. بذار ببینیم اعلام میکنن حالا. بذار این روزای کوفتی تمام شه. وزیر محترم نیرو بخشنامه کرده است و به وزیر سمت ابلاغ نموده که ما دیگر موظف به تأمین برق برای صنایع نیستیم. بذار احتمالاً کم میشه. شما میتونید با خرید طلا ارزش پولتون رو حفظ کنید. کل زندگیمون شده بذار. هنوز نمیخوای درس بگیری؟ چه تصمیمایی که گرفته نشدن، چه فرصت‌هایی که سوختن. تو این شرایط بد اقتصادی بیا یه تصمیم جدی بگیر. انقدر دست نکن. تاریخ تکرار میشه، اما تفاوتش اینه که شرایط الان بدتره. من به آینده کاری ندارم. آینده رو کی دیده؟ اگر الان شرایط مالی خوبی نداری، میخوام یه کسب و کاری رو بهت معرفی کنم که درآمدت رو روزانه چندین برابر میکنه. فقط کافیه پیج منو فالو کنی، از لینک بایو وارد بشی تا آموزش‌های رایگان ما رو دریافت کنی. این روزا امنیت مالی خیلی مهمه.